عاشقان غوغا کنی، بر دل شیدا کنی، یک نفس گر می توان ساغر زدن. به مادران مبارز شهر سنندج درود به تک تک شما و درود به فرزندان جانباختتان. مادران سنندج دارای سنت‌های گرانقدری در دفاع از آزادی و برابری هستند. به عنوان یک مادر و یک هم خود را صمیمانه در درد و غمتان سهیم می‌دانم و شجاعت و استقامتتان را تحسین می‌کنم. خود را در کنار مشت‌های گره کرده مادر فرزاد کمانگر و تک تک شما می‌بینم و همراه با شما و یک صدا میگویم هر شاگرد فرزاد کمانگری خواهد شد. مادران مبارز شهر سنندج همراه با مادر احسان فتاحیان، فرزاد وکیلی، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی، مهدی اسماعیلیان، علی حیدری و هزاران مادر دیگر با پاسخ به فراخوان کمیته مرکزی کامله روز پنجشنبه 23 اردیبهشت را به روز افشای جنایت‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل کنید. ما مادران در این روز به حاکمیت جمهوری اسلامی نشان خواهیم داد که ندایمان، که سهرابمان، که احسانمان، فرزادمان و همه فرزندان جانباختمان فراموش نخواهند شد. این حکم تاریخ است. جمهوری اسلامی باید برود. از این فراخوان پشتیبانی می‌کنیم. شایسته است که به حکومت جمهوری اسلامی نشان دهیم که چنین جنایاتی با عکس‌العمل قاطع ما روبرو خواهد شد. اعتصاب عمومی و اعتراض به اعدام 5 عزیزمان تنها راه دفاع و تنها راه نجات دادن 10,000 زندانی سیاسی و دیگر فرزندانمان در زندان‌های جمهوری اسلامی به انتظار ایستادند. فرزندانمان را تنها نگذاریم. دست‌هایتان را به گرمی می‌فشارم. مینا رسول نژاد، عضو کمیته پشتیبانی کننده از خیزش مردم ایران. ندمت اسلامیسکا رژیم ایران. ندمت اسلامیسکا ترور کوینار ایران. فریه دوم پلیتیسکا فانگار ایران. فریه پلیتیسکا فانگار ایران. فریه پلیتیسکا فانگار ایران. ندمت اسلام